اگه ماشین توربو داره و این نکات رو نمیدونی، داری با جون موتورت بازی میکنی. یه اشتباه کوچیک میتونه خرج سنگین رو دستت بذاره. نکته 1: بعد از رانندگی پرفشار 1 دقیقه بذار ماشین تو حالت درجا کار کنه تا توربو خنک شه، چون خاموشی ناگهانی یعنی مرگ تدریجی توربو، مخصوصا تو خودروهایی که اینترکولر دارن. نکته 2: از روغن با کیفیت و با مشخصات پیشنهادی سازنده استفاده کن. توربوها به دلیل روانکاری به شدت به کیفیت روغن حساس هستند. برای دریافت 3 تا نکته بعدی انتظار داشتی بگم عدد 2 رو کامنت کن؟ نه آقا، هیچی نمیخواد کامنت کنی. این کارا چیه دیگه؟ یه لایک کن، خودم همینجا بهت میگم. نکته 3: بنزین سوپر یا اکتان بالا استفاده کن. بنزین آشغال برابر با ناک، گرما و آسیب به موتور و اگه صدای ناک میشنوی یه ریمپ اصولی نجاتت میده. نکته 4: فیلتر هوا رو همیشه تمیز نگه دار، چون ورود ذرات خشن به کمپرسور توربو یعنی مرگ توربو. هوای تمیز برابر با قدرت بیشتر و عمر بیشتر توربو. و نکته 5 و آخر: صدای عجیب، کم شدن روغن، دود آبی، افت شتاب و گلویی اگزوز سرخ شده، اینها فریاد کمک توربوتن. زودتر بیارش پیش ما قبل از اینکه توربوت خداحافظی کنه. این پست رو بفرست برای اونی که ماشین توربو داره و پیج رو فالو کن، چون هر روز کلی نکات ناب خودرویی بهت آموزش میده.